در زمان صاحب استقلالی با دستگیری حکومت جمهوری در ولایت خپلان باغ‌های فرنگی و فراغتی ساخته مورد بهره برداری عموم قرار داده شده است تا اینکه ساکنان هر بیگاه همراه اهل و عائله خود آمده از این مرکز فرهنگی و از باغ‌های فرنگی و فراغتی با خوبی استفاده برند. اما متاسفانه بعضی از ساکنان عادی‌ترین قاعده‌های شهرنشینی را رعایت نمی‌کنند. هنگام نشست در جای‌های نشست که بسیار یک مکان زیبا را برای فراغت تشکیل کردند، هر گونه که افتوپرست به هر گونه خوردنی‌ها را خورده پرتاب آن را در جای‌های نالازم در میسه‌زارها در راهروها می‌پرتابند که این به حسن شهر خلل وارد می‌شود. در حالی که در نزد جای‌های نشست این گونه قوطی‌های پرتاب جایگزین شده است که می‌توان که قوطی‌های پرتاب را در داخل آن پرتافته محیط اطراف را افلاس نکرد. شهروندان عزیز، بیایید هنگام استراحت در باغ‌های فرنگی و فراغتی مدنیت استراحت را به خوبی رعایت کرده در باز هم زیبا کردن شهرمان سهم می‌گذاریم.